خانم. بله. شعر جدید گوش کن. به نام خدا اینجا ایرانه، روز به روز وضعیت ویرانه. یکی با کلید گولمون میزد، یکی دیگه هم با یارانه. از دل مردم نگم برات که زخم جدید دارن روزانه. آرزو برا جوونا شده مثل تو فیلم و افسانه. افسانه کیه؟ ذلیل شده. ننه من خل علیل شده. قافیه شعر تو نفهمیدی؟ قربون تو که همه چی فهمیدی. پشو آمو چسناله در نیار، برو چند تا تخم مرغ بوسون بیا. قربون زرده و سفیدت، دشتنت شده حال سعادت. چی داری میگی تو؟ به کی هستی؟ برای بابام از رو سرمستی، ای مونده بود برای شاممون که لعنت بر قوم ظالمون. چرا خود درست حرف نمیزنی؟ بایه برم سر کور رازنی. برای چی خمه چی تو شده؟ پول ای تخمو قده چلو شده. چی کار کنیم؟ می تازگی داره، میشه کاری بکنی تو یه نفره؟ پشو برو هموم حالو برقو میره. چه ربطی به همومی برقو داره؟ نمیدونی ای برق بره آبم نیست؟ شکرت خدا، آخه ای چه بختیست. درسته که اینا مال بخته، 100 سال اولمون سخته. قربون دوره قدیممون، حداقل نبودی وزنمون.